سلام دوستان، خوش اومدید به گیم بچه. اومدم در فیلمشکن خفن بهتون معرفی کنم. از تایتل و تامنیل ویدیو فهمیدید که موضوع ویدیو چیه. فیلترشکنمونم کایو وی پی اینه بچه. سرور میخواد و رمز میخواد. سرور و رمز رو من داخل کامنت ها می نویسم یا نگاه کن رمز داره. شما من الان رمزش یه دونه 4 تا رمز داره. یه رمزش الان میگم که 5 تا آخر ویدیو 4 تا رمز رو میگم و باید داخل کامنت ها بگیم و منم اسم وی پی این رو بهتون میگم و اسم وی پی این رو که الان میدونید. سرور رو میگه از این میشه. بریم بخورش. بچه چون نمیخوام سرور رو ببینید یکم استوپش میکنم بعد دوباره میام. خب بچه هم فیلترشکن رو روشن کردم. بذارین تا گیم سری میاد بالا. خب اومدیم داخل گیم و دیگه همه چی هستش. میتونین بتل پلی بدید، هر کاری که دلتون میخواد بکنید. چه بکنید همه چی بگم درباره این فیلترشکن نامحدوده. من نداره، خودم خیلی وقت دارم ازش استفاده میکنم. هما وی پی این هم وی پی این خوبیه، فقط برای ایرانسل دیگه. این فیلترشکن هم برای ایرانسل، هم برای رایتل، هم برای همراه اول و خیلی خفنه. برای رایتل پینگ خوب میده، زیر 200 میده. برای ایرانسل زیر 100 میده. برای همراه اول زیر 100 میده. خیلی خفنه. حالا من الان میخوام برم براتون تستش کنم و دیگه بریم سراغ ویدیو. تست میکنیم. خب استارت. خب پینگ 120 باید چه مثلا عشق میکنیم. بهتر از این پینگ که حالا دیدی نه بیشوخی بچه نگاه کنید. انصافا یه لایک یه سابسکرایب نمیزنید. دارم بهترین فیلمتون میدم. انصافا یه لایک و سابسکرایب نمیخوام بکنید. بابا یه لایک و سابسکرایب بزن. تا لایک و سابسکرایب بزن من دیگه سرورشو بهت نمیدم. بچه چک میشه، باید هم سابسکرایب داشته باشید هم لایک کرد. دوباره بریم. خب بچه خیلی فیلترشکن خفنی از اون الان ویدیو برو مکایفه دیگه چند کنم بیشتر یوتیوبر رو خواهد بکنم. ابول فیکس خیلی زیاد شده موفق باشه. خودتون همشون عالیه. حرفی برای گفتن ندارم. همشون عالیه. برادر لامز اصلا نفهمیدم. خودم انگلیسیم ضعیفه. حالا هر فهمید
بچه های این ویدیو رو باید شیر کنید. اینجا اونجا کف بوده را بعد 2 هفته جنگ اومدیم. چیز زدم وای حالا سنسم حالا یه روز بهتون معلوم باشه سنسم چون شاید از 900 نخواهی از کسی خیلی چیزاشو میخوام افشا کنم دروغایی که میگن منتظر ویدیو بعدی من باشید. اومدم خط حالا بچه ها یکم رونمایی براتون میکنم. اولش رسید. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. بچه‌ها فیلشگرم که میدونید برید روی سرور آلمان و رمزاش هم همین الان بهتون میگم 1 2 3 4. رمز اولی هم که 5 میشه چند؟ میشه 5 برم 5 1 2 3 4. اینو یادتون باشه داخل کامنت ها بنویسید و بیاین سرور آلمان و کدش رو از من بگیرید. کدش 7420. دیگه نمیخوام به زحمتتون بدم، فقط یه کامنت خوشگل برام بذارید. سرور آلمان بهترین سرورشه، سرور آلمان بذارید. خدا نگهدار.